تا آغاز پاندمی کووید 19 بیمارستان سیرویتی کلوب مشکلات زیادی داشت. نبود تجهیزات موثر از جمله وسایل نفسدهی، حجره‌های فرسوده مشکل رقم یک بیمارستان به حساب می رفت. برای بیماران محتاج باید از شهر ترسونزاده اکسیژن می آوردند. طبیبان میگویند با این همه مشکل آنها کارشان را پیش می بردند. تو امی 2-3 سال اخیره همی خیلی حالتی که تماما در اینجا کار کردن هم دشوار بود. یگان شرایطی مثال برای هم کارگران هم بیماران نداشت. خب انمی دوره پاندمی که سر می شود، در امی دوره ما چقدر عذاب، چقدر مثال قینیگری ها داشتیم. اکنون کار بیمارستان از 2 سال پیش تفاوتی زیاد دارد. با کمک خزینه کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف و وزارت تندرستی بیمارستان را تعمیر و با تجهیزات‌های موثر تامین کردند. بازسازی طبیبان را دلگرم کرده است که کارشان را از گذشته خوبتر براهمانند. از تشکیلات بین المللی یونیسف یک قطار تجهیزات‌های طبی زمانوی موثر به بیمارخانه وارد گردیدند. بیمارخانه سیرویتی کلوب عنوان منطقوی را ندارد. از بودجه شهر مبلغ گذاری می شود و تنها حق طبابت ساکنان کلوب را دارد. اما با وجود این بیماران از ناحیه‌های منطقه هم مراجعت می کنند. این زن از ناحیه فرخار برای طبابت آمده است. فرخار بعد بدک خیلی با ایجاد شرایطش سازای همیشه خوب. طبیبان میگویند حق ندارند که بیماران از ناحیه‌ها را ناامید برگردانند و برای همین به آنها خدمت میرسانند. گرچند که بیمارخانه سیرویتی استاتوسی شهری دارد، یعنی که همین گرد اطراف شهر کلوب خدمت میرساند، نوابسته از این از دیگر ناحیه هم به بیمارخانه ما و همچون برای هم معاینه هم طبابت می آیند. حالا بیمارستان سیرویتی کلوب تا 100 بیمار را قبول کرده می تواند. بیمارستان به 2 قسمت تقسیم شده است. قسمت سرخ و سبز. اما تاکنون در قسمت سرخ یگان بیمار را بستری نکرده اند. اکنون به بیمارستان سیرویتی کلوب از ترسونزاده اکسیژن نمیارند، بلکه در اینجا خودشان هم اکسیژن تقسیم میکنند. و گفته طبیبان پاندمی کووید 19 مشکلات زیادی بیمارخانه‌های سیرویتی مضافات تاجیکستان را به نمایش گذاشت و مقامات را مجبور کرد که از پی حل مشکلات شوند. مشکلاتی که در شفاخانه‌های زیادی دیگر تاجیکستان همچنان باقی مانده است. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلوب.